مجلس حساباتی عاید رشد اقتصادی و اجتماعی ولایت در سال با اشتراک وزیر انرژتیک و ذخایر آب جمهوری تاجیکستان دلیر جمعه شوفقیر، کاتب شورای امنیت جمهوری تاجیکستان محمودزاده نصرالله و رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان علیشیر میرزاناباد و همچنین رئیسان شهر و ناحیه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان توسط شبکه تلویزیونی بدخشان تماشا کردند. پیش از همه آنها درباره وضع ناگوار و جنایتکاری در شهر خاروخ سخن راندند. در حقیقت سالیان زیادی است که گروه‌های جنایت پیشه وضعیت شهر خاروخ را ناآرام می‌سازند. با اقتصادیات ولایت ضرر مادی می‌رسانند و حیات شهروندان را زیر خوف و خطر می‌گذارند. آنها برای به هدف‌های خود رسیدن پیش از همه جوانان بی‌دانش، بی‌فرهنگ و گمراه را استفاده برده هدف‌های ناپاک خود را عملی می‌سازند. فرزندان آنها فریفته مکر و فریب جنایتکاران نگردند. کودکانش را اگر ناموخت آداب پدر، عاقبت ناآدمی کودکانش می‌کشد. میبری با خود کمان، از تیر آن اندیشه کن، مرد بی اندیشه را تیر کمانش می‌کشد. گروه‌های جنایت پیشه به جزای خود می‌رسند. از ارگان‌های حفظ حقوق طلب آن داریم که آنهایی که به حیات آسایشته جامعه شهروندی خلل می‌رسانند باید به جوابگری جنایتی کشیده شوند.